بسم الله الرحمن الرحیم. زلف خود از روسری بیرون مریز، در مسیر چشمها افسون مریز. یاد کن از آتش روز معاد، جلوه گیسو مده در دست باد. خواهرم دیگر تو کودک نیستی، کودک نیستی بزرگ شدی. خواهرم دیگر تو کودک نیستی، فاشتر گویم عروسک نیستی. خواهر من این لباس تنگ چیست؟ پوشش چسبان و رنگارنگ چیست؟ خواهرم اینقدر تنازی مکن، با اصول شرع لجبازی مکن. خواهرم ای عاشق دین مبین، یک نظر ازواج پیغمبر ببین، یک لحظه به ازواج پیغمبر نگاه بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. خواهرای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این دخترکایی که ترانه خواندن یا دخترای ما هستن. شما بیاین هر سه‌تان که من یار براتون معرفی کنم. این هم یک درس است. بین یالا نصیبه بیا. من یک بچه دارم، 4 تا دختر. بچه که من انس نام داره، او از یک کده کلانتر است و وقتی که من خداوند برای ما اولین فرزند نداد و بچه که من، مشکل ما است که ما در فامیل ما قسم مختلط هستن. قومای مادرم دری زبان هستن، قومای پدرم پشتو زبان هستن و خانم ما پشتو زبان است. در خانه به زبان پشتو گپ میزنیم. خب وقتی که بچه که اولم پیدا شد، خب در افغانستان چون اصلا در گذاشتن نام یکی فرهنگ غلطی که ما داریم، مسئله گذاشتن نام است. هر کس مطابق فرهنگ غلط خود نامای عجیب و غریبی را اختیار میکردن، هر کس هر چیزی میگفتن. خب شما میفهمید که در پشتو رواج است که مثلا سرگل و زیرگل و انزیرگل و چمنگل و این قسما نام است. نه دیگه در دری شیر آقا و گل آقا و قند آقا و نور آقا و این یپا نام است. باز من برای بچه کم نام یک صحابی مبارک گرفتم، به خاطر ازی که وقت آدم بر اولاد خود یک نام اختیار میکنه، طبعا شخصیت ازی در وجود ازو شخصیت ازی تبارز میکنه. من خواستم که اون بچه که 10 سال در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله تقریبا 10 سال خدمت کرد با پیغمبر صلی الله علیه و آله، حضرت انس رضی الله تعالی عنه، مادرش پیغمبر صلی الله علیه و آله بسیار خوش داشت. باز بچه خود حضرت انس رضی الله تعالی عنه گفت که در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله باشه. من گفتم که همین نام حضرت انس رضی الله تعالی عنه اختیار کردم، نام بچه من انس ماندم. خب بمباردمان زیاد شدم، راکت ها از هر طرف سرم آمد، انداخت ها بسیار زیاد شد، ولی مقاومت کردم. ایمان چند قسم است که ایمان است مثل تایر بایسکل واره، در یک سنجاقک پنچر میشه. یک ایمان است مثل تایر تانک واره، پیپ کونه بیایه، میخ بیایه، هیچ قصهش نمیشه. ما پشت انتقادای مردم زیاد نگشتم، نام بچه که من انس ماندم. یک چیز میگفت، یکی دیگه چیز میگفت. بالاخره من رفتم خلاص، ما امیر اختیار کردیم، من نام صحابی پیغمبر رو تغییر نمیدم. بعد از دخترک دومیم به دنیا آمد، کتابا را سر کردم، دیدم که کدام زن قهرمانی های زیاد در تاریخ اسلام داره. دیدم که اولین شهید اسلام کی هسته؟ بی بی سمیه است. باز دخترک من نامشه بی بی سمیه ماندم. دخترک دومیم که پیدا شد، بازی در درسای بعدی خود ما شما در باریش صحبت خواهد کردیم. دخترک دومیم که پیدا شد قلولو جان. باز این دخترک قندم که پیدا شد، گفتم نام ازیر چی بارم، کتابا را پالیدم. دیدم که در بین زنهای قهرمان یک زن بود که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم در غار کدام غار نام بردم؟ اسما کی بود؟ بیبی اسما کی بود؟ در غار ثور حضرت محمد صلی الله علیه و نام برده بود. دیگه که حضرت محمد صلی کی بود؟ حضرت ابوبکر صدیق. آفرین. هیچ کس جرأت نمیکرد برش نام ببره. باز بیبی اسما
بر از او نان برده بود. باز من نام دخترک من بیبی اسما گذاشت. بعد از او دخترک سیومی بیبی کی باید باشه؟ زن قهرمانی که در غزوه احد، در جنگ احد با پیغمبر صلی الله علیه و سلم او دکتر بود، تداوی میکرد مریضا و گپارا، کمک‌های اولیه داشت. باز وقتی که دشمنا میخواستن که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از بین ببرن و بکشن، باز بیبی نصیبه به نام ام عماره در تاریخ است، بازی شمشیر گرفت و رفت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفاع کرد در غزوه احد و تقریبا 12 چاپ شمشیر و تیر در شانه های مبارکش بود. 1 سال تداوی میشد. باز من دیدم که از این نامای سیتا و گیتا و سونی و تونی و گپا کرده. خوب از سونا و مثلا کالا سونا و چطورکایی، از این نامایی که بسیاری کسا متاثر به فرهنگ اون دواست. من گفتم چرا بیبی نصیبه را نصیبه با سین نوشته میشه و تخلصش ام عماره هست. برش باز و بعد از این باز دخترک چهارمی ما که پیدا شد، دخترک چهارمی وقتی که پیدا شد، باز نام از او پالیدم در کتابا دیدم که یک زن است که الله جل جلاله صدای از او را شنیده. سپاره 28 قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتکی الی الله. خانمی که صدایش الله جل جلاله شنید، قد سمع الله، به تحقیق شنید الله جل جلاله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتکی الی الله والله يسمع تحاوركم. والله جل جلاله سخنای شما را، یعنی محاوره شما را میشنوه. باز من دخترک من نامش بیبی خوله ماندم، خی و اولا میگرده. بسیار انتقادات سرم شد، هر قدر که انتقاد کردن، هر چیز گفتن، باز من اونمون نام ما کم گرفتم، چون من این صحابیات به خاطر خدا دوست داشتم. من هم میخواستم که آدم کسی را که به خاطر خدا دوست داشته باشه، باز رو به خاطر بنده ها تغییر بده دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دیروز ما شما در موضوع توحید شرک اول تعریف توحید خواندیم که توحید عبارت از عقیده داشتن به یگانگی الله جل جلاله در ذاتش، در صفاتش، در عباداتش، دیگه قانونش. و یک چیز دیگه هم فراموش شده بود که او پنجمیش افعال الله جل جلاله. در چی هست؟ در افعالش است، که یعنی افعالی که مخصوص الله جل جلاله است، او را ما به کسای دیگه باید ندیم. پس توحید از دیدگاه شریعت اسلامی چی است؟ که یک انسان مسلمان عقیده داشته باشه که الله جل جلاله یگانه هست. در چی؟ اول در چی؟ در ذات خود. دوم صفات. سوم عبادت. چهارم قانون. پنجمیش افعال. خیر ببینید تو کم کم که درس ها را میخواین در خانه هم تکرار بکنین، باز براتون خوبتر میشه. و در پالوی ازی که درس ها خوب است که تکرار بکنین، میشه که باز اگر براتون سوال پیدا میشه جایی که نفهمیدین، من در خدمتتان هستم، ان شاء الله تعالی سوالایتان هم جواب میگم. خب در دو بخش اولی که خوانیم رو ان شاء الله کدام مشکلی ندارین، نه؟ در ذات الله جل جلاله و در صفاتش گفتیم که ما یک خط داریم، خط فاصل داریم که این خط، بالا از این خط خصوصیت های خالق ماست الله جل جلاله است و پایین خط خصوصیت های کی است؟ خصوصیت بنده یا مخلوق است. پس ما نباید صفات و یا خصوصیت های خالق و مخلوق بدیم و هم از مخلوق نباید به کی بدیم؟ به خالق بدیم. اگر شیطان میخواد که اینمی خط از بین ببره، شیطان چی میکنه؟ از بین ببره. انسان خالق با مخلوق گد بده و مخلوق با خالق. به این خاطر ما کوشش میکنیم که در خط توحید و شرک آن چیزی که مربوط خالق میشه او رو به خالق تخصیص بدیم و آن چیزی که مربوط به مخلوق میشه به مخلوق در بین ازیا گد نکنیم. خب در ذاتش فهمیدیم که مخلوق محتاج است به بسیاری از به اولاد، به مادر، به پدر، به فرزند، و الله جل جلاله به هیچ چیز نیازمند نیست. از این خاطر گفت که ما و شما باید در ذات خالق صفات‌های و چیزهایی که مربوط به مخلوق است رو به او چیز نکنیم. خب یک در صفاتش هم گفتیم که ما صفاتی که مربوط به خالق میشه او صفات باید به مخلوق ندیم، او چیزایی که به مخلوق میشه او رو باید به خالق ندیم. یک سوال مطرح میشه در قسمت صفات خالق، میگه مثلا
در قرآن شریف گفته شده که ید الله دست خداوند، وجه الله روی خداوند و حتی نسبت قدم به الله جل جلاله شده. در این قسمت علما میگن که ما و شما باید آنچه که در قرآن آمده با او چی کنیم؟ عقیده کنیم. پس ما عقیده داریم که آنچه در قرآن آمده، ید خداوند، دست خداوند، رجل خداوند، قدم خداوند یا وجه خداوند، لکن اولی رو باید تشبیه نکنیم. تشبیه چی مانه؟ یعنی روی ما و دست ما و قدم ما این خود مربوط به مخلوق است. پس ما گفته نمیتونیم که العیاذ بالله روی خداوند مثل روی ما وارث، یا دست خداوند مثل دست ما وارث، یا قدم خداوند مثل قدم ما وارث. این روی و این دست و این قدم ما مربوط به من است که من مخلوق هستم. اما ید الله جل جلاله چه قسم است؟ ما میگیم بلا کیف است. ما نمیفهمیم کیفیت ما نمیفهمیم. خیلی چه قسم است؟ امان قسم است که به جلال و عظمت الله جل جلاله شایسته است. تشبیه با دست خود و با روی خود نمیکنیم. پس رو تشبیه نمیکنیم. در وقت مثال دادن نمیگیم که این دست، این دست مخلوق است. اما وقتی که میگیم ید خالق، باز ما میگیم که ما او را با مخلوق تشبیه نمیکنیم. تمثیل هم نمیگیم. در وقت مثالش هم نمیگیم که دست خداوند مثل فلانی چیز است. اگر گفتیم مثل دست ما یا دست از او، شرک پیدا میشه. پس ما میگیم ید الله جل جلاله و قدم الله جل جلاله و وجه روی الله جل جلاله در قرآن که آمده. ما این آیات قبول داریم، لکن تشبیه و تمثیل نمیگیم که مثل مخلوق است، نمیگیم مشابه به فلانی هست، بلکه چی میگیم؟ بلا کیف است. امان قسمی که به ذات و عظمت و جلال الله جل جلاله شایسته هست. و این تعویل هم تحریف هم نمیکنیم. بعضی کسا میگن نه، ما میخوایم که معنای زیر تغییر بدم، دست به معنای قدرت باشه. اینا اگه بگیم دست به معنای قدرت است، اینجا خیلی اینجا گفته دعایت شده میگه بل یداه، دو دست خداوند. پس در حقیقت باید بگه که چی؟ دو قدرت. العیاذ بالله باز مشکل پیدا میشه. پس ما میگیم که نه ما این تعویل و تحریف میکنیم، نه معنایش تغییر میدیم، بلکه میگیم ما به ید الله جل جلاله ایمان داریم، به وجه الله جل جلاله ایمان داریم، با قدم الله جل جلاله ایمان داریم. اما چه قسم است؟ کیفشه؟ چگونگیش ما نمیفهمیم. درست است نه؟ انشاءالله تعالی واضح شد؟ خب اینا دیگه که فهمیدیم، میایم سر نقطه دیگه که گفته بودیم که اگر کس در صفات الله جل جلاله مداخله بکنه و کدام صفت از صفات الله جل جلاله را به خود یا به کدام انسان دیگه نسبت بده، شرک در چی پیدا میشه؟ در صفات پیدا میشه. جادوگر چرا کافر است؟ به خاطر از اینکه صفت خداوند که عالم الغیب است چی میکنه؟ ادعا میکنه. و کسی پیش جادوگر میره چرا کافر میشه؟ تصدیقش میکنه، تاییدش میکنه. ولی راز گفتی جادوگر جان، وی چه خوب گپای خوب گفت. خوارک اتراس میگفت. صحیح نه؟ میگن نمیگن؟ من بسیارش شنیدیم چون در فامیلای ما هست. میگم اون فالبینه که رفتیم ات خوب میگفت که کل گپا. اون فالبین خود میگه بچه من انشاءالله چند وقت بعد میموری، در بین 2 جمعه میموری. کلا در بین 2 جمعه میموره، در بین 2 عید سرت یک ماتمه، همیشه در بین 2 عید است دیگه. اول ما شما هم در بین 2 عید هستیم. یا میگم مثلا در قومتان یک آدم سیاه رقمک از سیاه چهره هست، خدا در قوم یک سیاه چهره هست، در قوم یک قد پخش است، دشمن تو ایران میگه قد پخش کیست؟ حتما در کل قوم یک قد پخش است، یک قد بلند است، یک مرد قد دراز است، دشمنتان است. به این خاطر این بیچاره میگه ولی از خودش پیش خود سنجش میکنه. از این خاطر رفتن پیش جادوگر گفتیم که این شرک میشه و کسی که پیش جادوگر میره کافر میشه. و کسی که اگه گپاشو تصدیق نمیکنه اما تو ناقی میره میگه فالک ما بیبی 40 شبانه روز عبادت از چی میشه؟ باطل میشه و از بین میره. نقطه سومی که سرش بحث میکنیم امروز، توحید در چی هست؟ در عبادت است. سعی کنیم در توحید در عبادت ما و شما یک نقطه را در نظر بگیریم و او آیت قرآن است که ایاک نعبدو. پس وقتی که میگیم ایاک نعبدو، یا پروردگارا خاص تو را عبادت میکنیم. چرا اینجا ما میگیم خاص تو را عبادت میکنیم؟ به خاطر از این میگیم خاص تو را عبادت میکنیم که ما در عبادت الله جل جلاله کسی دیگه را شریک نمیکنیم. خب مشکل مشرکین در عبادت چی هست؟ اول ما و شما باید
دو نقطه رو بفهمیم. اولی که عبادت چی هست؟ خود عبادت کدام کارها عبادت هستند، و دوم اینمی چیزی که عبادت گفته میشه اینه باید چه قسم باید به الله جل جلاله تخصیص بدیم، و مشرکین در امی عبادت ها چه قسم مشکل داشتن که ما امو مشکل و امی عیب نداشته باشیم. اول عبادت علما میگن که عبادت به معنای ذلت، خواری، ذلیل ساختن خود. طریق معبد میگه یک راه را میگن، میگه این راه معبد است. چرا میگه معبد است؟ میگه سنگایش، قلخایش و جغلایش کلش میده کردن، اما تو سرک چی شده؟ هموار شده. یعنی اینا سرک تو هموار است که سر از این موتر هم میره، گادی هم میره، انسان هم میره، حیوان هم میره. پس عبادت به معنای ذلت و خواری است. از این خاطر انسان وقتی که در مقابل یک کس به شکل ذلیلانه استاد میشه، خود خوار، ذلیل، بیچاره، ناتوان، و از او کمک میخواه و خود بسیار ذلیل میسازه، اینه میره ای در مقابل از او کس چی کرده؟ عبادت کرده. ما و شما مثلا وقتی که میگیم الله اکبر، سبحانك اللهم و بحمدک، باز رکوع میکنیم سبحان ربی العظیم، خود ذلیل در مقابل الله جل جلاله میسازیم، خوار، بیچاره، عاجزی خود بیان میکنیم. سجده میکنیم، بهترین جای وجود ما را، بهترین جایی که در وجود ماست اینو چی میکنیم؟ در زمین میگذاریم و او را که در زمین گذاشتیم به خاطر از اینکه سجده میکنیم، خود خوار و ذلیل و ناتوان و بیچاره در مقابل الله جل جلاله قرار میدیم. چرا؟ خالق ماست. ما بیچاره هستیم، متواضع هستیم، بنده هستیم، و خالق ذات با عظمت است، ذات با کبریا هست، و ما بر از او اظهار بندگی میکنیم. این را عبادت میگه. اینمی قسم خود ذلیل ساختن در مقابل هیچ کس دیگه اجازه نیست، نه در مقابل پیغمبر، نه در مقابل دوست خدا، نه در مقابل دشمن خدا، نه در مقابل یک سنگ، نه در مقابل یک چوب. مثلا حضرت عمر رضی الله عنه در مقابل حجر الاسود که حجر الاسود هم ماچ میکنن، برش میگه که او سنگ سیاه، فکرت باشه تو نه بر من فایده رسانده میتونی و نه ضرر رسانده میتونی. من به خاطر از اینکه پیغمبر سم تو را بوسیده، ما هم تو را یک بوسه میکنم، اما ما به عقیده هستم که تو بر من نفع ضرر رسانده. از این خاطر ماچ میکنه، نه به شکل خود برش ذلیل بسازه، خدا کجک بسازه او سنگ سیاه. اگر او قسم بکنه بازی عبادت میشه. پس ما شما به سنگ سیاه به حجر الاسود عبادت خدا ذلیل نمیسازیم، در مقابلش در مقابل پیغمبر خدا ذلیل نمیسازیم، بر پیغمبر رکوع نمیکنیم، سجده نمیکنیم. بر پیغمبر کس رکوع سجده نمیکرد، به خاطر از اینکه رکوع کردن، سجده کردن، به حالت ذلت خدا قرار دادن در حقیقت چی هست؟ عبادت است. و ما بغیر از عبادت به الله جل جلاله به عبادت به هیچ کس دیگه کرده نمیتوانیم. مشکل مشرکین چی بود؟ که اونا اینمی عبادت ها را. پس عبادت چی هست ناله؟ رکوع عبادت است، سجده عبادت است. اگر یک حیوان میبری در زیر قدم های یک کس حلال میکنی، چی شد؟ عبادت شد. نظر چی است؟ عبادت است. قربانی چی است؟ عبادت است. پس ما و شما باید اینمی کارا را بغیر از الله جل جلاله به کس دیگه نکنیم. حتی شما به خیر اگه کدام تایتان آلوسی کردین زیر پایتان نمایین که مرغ بکشه، به خاطر ازی که در وادی کارس در خانه داماد میبرن او را در پایش عادت بت پرستا را میکنن، بت پرستا در خونه میرفتن در پایای هوبل و لات میزدن. پس این کارا عطاینمی فرهنگ غلط و منفی در بین ما رواج داره، باید این انسان منع کنه. اینال ما الله جل جلاله بر ما آیت قرآن نازل کرده و درس زده که همیشه در 5 وقت نماز خود چی میگیم؟ به خداوند چی تعهد میکنیم؟ ایاک نعبد. چی فرق است بین عبادت مؤمنین و بین عبادت مشرکین؟ مثلا ما شما در آیات قرآن میخوانیم که مشرکین به این عقیده بودن که ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض. از ابو جهل و ابو لهب وقتی که پرسان میکردن که آسمان ها را و زمین کی خلق کرده؟ لا یقولون الله، میفتن الله خلق کرده. ابو جهل و ابو لهب حج میکردن. چی میکردن؟ حج میکردن، طواف میکردن،
برای حاجی‌ها غذا تهیه میکردن، آب تهیه میکردن، خانه کعبه را بسیار خوب جور کرده بودن، اطرافش تمام روز پاک میکردن. خیاط چرا به ضد پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیستن؟ میگفتن ما اولادای پیغمبر هستیم. خیلی تو که اولاد پیغمبر هستی، تو که اولاد ابراهیم اسماعیل هستی، خیلی چرا به ضد پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیستن؟ علت و مشکلشان در این بود که اینا یک سلسله از عبادت ها را به بت ها میکردن. مشرک چی عادت داره در عبادت؟ مثلا 50% عبادت به الله میکنه، 50% دیگه شه برای کی میکنه؟ به غیر الله، به انسان. نظر خدا به هوبل میگرفتن، قربانی خدا در زیر پای لات ذبح میکردن، سجده احیانا به الله میکردن، احیانا میرفتن سجده به کی میکردن؟ به بت ها میکردن. پس به این شکل مشرک چی میکنه؟ در عبادت خداوند مخلوق چی میکنه؟ شریک میکنه. شریک کردن مخلوق در عبادت اینه میره شرک میگن. شرک کدام شاخ نداره که یک کس میگه والا شرک چطور شد. نه خیر. اگر یک نفر 99% 99.99 را به الله بکنه، 1.99 را بسیار کمکه بنابر یک مخلوق کرد، در اونم قدر خداوند در عبادت شریک ساخت. از این خاطر چه قسم چرا در مقابل پیغمبر سم خیستن؟ اینا خیستن در مقابل لا اله الا الله. سعی کن لا اله الا الله. بسیاری کسا معنیش دقیق نمیفهمه، میگه معنیش نمیفهمه. لا اله چی معنی؟ در لا اله اول و من یکفر بالطاغوت، اول باید به طاغوت چی شوی؟ کافر شوی. باز و یؤمن بالله، باز به الله ایمان بیاری. اول باید یک نفر باید که لا نیست، هیچ ملائکه، هیچ پیغمبر، هیچ دوست خدا، هیچ قبر، هیچ بت، هیچ حیوان، هیچ بگوان، هیچ بجلنبلی و شادیگک، هیچ مار، هیچ سنگ، هیچ چوب، هیچ چیز قابل عبادت نیست الا الله. بغیر از کی؟ بغیر از الله. پس فرق بین مشرکین و بین موحدین چی بود؟ در دو جمله هست. دو جمله ما چی است؟ مثلا یک کسی برای من زنگ میزنه، شما سعی کنید من دو جمله را میگم، شما چه قسمی دو جمله را میفهمین؟ در یک جمله ما نام چی است دختر جان؟ چی؟ زهره. این حال اصلا در عربی زهره هست که زهره به معنای گل است. زهره چی میگن؟ گل میگن. این حال خوارک ما زهره، در تلفن یک کس برای من زنگ میزنه، من بهش میگم السلام علیکم. زهره در صنف است. فهمیدین این جمله را؟ یادداشت کنین کلتان، نوشته کنین زهره در صنف است. نوشته کردین؟ خب تلفن دومی آمد، من یک جمله دیگه میگم، منتها شما باید دو جمله را برای من فرقش پیدا کنین خودتان. بله سلام علیکم. هیچ کسی بغیر از زهره در صنف نیست. هیچ کسی بغیر از زهره در صنف نیست. کی میتونه بگه که چی فرق از بین جمله اولی و جمله دومی؟ در جمله اولی زهره در صنف است. بله. جمله اولی که زهره در صنف است، یعنی از این چی نمیشه که شاید کس دیگه نباشه در صنف. تو فکر میشه که شاید کس دیگه هم باشه. جمیله هست، فاطمه هست، سمیه هست، اسماء هست، نصیبه هست، کلگی هستن. بله. ولی جمله دومی غیر از زهره در صنف نیست، یعنی هیچ کس دیگه نیست، فقط زهره است. پس الله هم فقط یکی. آفرین. این حال وقتی که جمله مشرکین چی میگفتن؟ سعی کنین. این حال دو جمله دیگه. مشرکین میگفتن که الله جل جلاله را عبادت میکنیم. مشرکین چی میگفتن؟ الله جل جلاله را عبادت میکنیم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفت، جمله دومی، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفت هیچ کسی را بغیر از الله جل جلاله عبادت نمی کنیم. هیچ کسی را بغیر از الله جل جلاله عبادت نمی کنیم. خب این حاله what's the difference between two sentences؟ بین دو جمله چی فرق است؟ بله بگوید.
استاد مشکان میگفت که ما الله عبادت میکنیم اما امروز الله تو بس بت‌ها و چیزای دیگر هم عبادت میکنیم. آفرین. حضرت موسی این کلمه را رد میگفت که فقط الله. آفرین. پس اینال بت پرستا چی میگفتن؟ میگفتن ما الله را عبادت میکنیم. و برادر ما را کافر فکر کردی؟ ما کافر هستیم. ما خدا را میشناسیم، ما او را عبادت میکنیم. کی میگه؟ ابو جهل میگه. کی میگه من الله را میشناسم، مرا الله خلق کرده، خالق ما الله هست، زمین و آسمان الله پیدا کرده. لکن چی میکردن؟ میگفتن خب خیر است دیگه، وقتی که الله را عبادت میکنیم در پالوی عبادت الله جل جلاله خیر است، یک چند فیصد عبادت برای کی هم میکنیم؟ خیر است. حالا چی بخیلیتون یگان روزک میریم، یک پیش هوبل پیش بگوان میریم، یگان نظر بر ازوام میبریم، یگان شنگ 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 بر ازوام زنگ میزنیم. یا چرا مثلا خیرست یک مرغه که بردیم، حالا شطور خدا برای خدا حلال کردیم، یک مرغه برای بگوانک حلال کردیم. حالی چی چیز دارم؟ این حاله از حضرت محمد صلی الله علیه و وقتی که برشان گفت تا اونو روزی که پیغمبر صلی الله علیه و که چیزی نمیگفتشانه، هیچ گپ نبود. میفتن محمد صلی بسیار صادق آدم است، بسیار امین است، بسیار آدم خوب است، طیب است، طاهر است. پیغمبر صلی الله علیه و آمد برشان گفت که ما میخوایم یک چیزی براتون بگویم. آمد در مارکت در سوق عکاظ حضرت پیغمبر صلی الله علیه و برشان گفت که ما میخوایم که چیزی بگویم. ابو جهل، ابو لهب، او مردم گوش بگیرین که حضرت محمد امین، محمد صادق، محمد رازگو چیزی میخوای بگویم. کلگی منتظر سخنا و گپایش بینن. حضرت محمد صلی الله علیه و آمد برشان گفت که قولوا لا اله الا الله، بگوین که نیست هیچ کسی مستحق عبادت بغیر از الله جل جلاله. یک دفعه صاحب ابو جهل و ابو لهب مست شدن، گفتن اوه ما 360 بت او سپردیم، 360 بت او سپردیم و یک الله جل جلاله عبادت بکنیم. بعد از این جنگشان امرای پیغمبر صلی الله علیه و شروع شد. جنگ سر چی شد؟ سر لا اله الا الله. به خاطر کسایی که لا اله الا الله میگن بت‌ها را چی میکنن؟ نفی میکنن، از بین میبرن. ما به ملائکه عبادت نمیکنیم، به پیغمبر عبادت نمیکنیم، به سنگ عبادت نمیکنیم، به چوب عبادت نمیکنیم، به کعبه عبادت نمیکنیم، به حجر الاسود عبادت نمیکنیم، به زیارت عبادت نمیکنیم، به قبر کسی عبادت نمیکنیم، سجده نمیکنیم، رکوع نمیکنیم. بالاخره کل عبادت ما فقط برای کی است؟ الله جل جلاله. از این خاطر مشرکین این میگه قبول نداشتن. واضح شد نه؟ انشاءالله یکی توحید است در عبادت و یکی چی است؟ شرک است در عبادت. اگر یک کسی، اینا ما و شما میبینیم چی عبادت است، آنچه که در قرآن و سنت آمده که اینمی عبادت است. حالا نماز که الله جل جلاله گفته که اقیم الصلاه، نماز عبادت شد نشد؟ امر خداوند است. اگر یک کس 2 رکعت نماز به یک مخلوق بخونه، اینجا عبادت به کی کرد؟ به مخلوق کرد. ما نماز به نام حضرت محمد یا به نام بیبی فاطمه یا 2 رکعت نماز برای بیبی عایشه ما نداریم. خب اگر کسی رکوع کرد برای یک مخلوق، ورکعوا مع الراکعین، رکوع عبادت است نیست؟ اگر این یک کس به مخلوق کرد، پس اونمو انسان که خداوند در عبادت شریک است. سجده عبادت است نیست؟ اگر یک نفر بره در مقابل قبر یک کسی سجده کنه، زیر پای همین اون دو را ببینین عادت دارن، میرن زیر قبر امو چیزای خود سجده میکنن. همین که سجده کرد در مقابل یک قبر، به می صاحب قبر عبادت کرد نکرد؟ عبادت کرد. نظر میگیرن بت پرستا بر بت خود. آیا ما و شما نظر به نام حضرت محمد صلی الله علیه و داریم؟ نداریم. پس اگر ما نظر به نام حضرت محمد بگیریم، حضرت محمد در عبادت خداوند چی کردیم؟ شریک ساختیم. ما میگیم حضرت محمد صلی الله علیه و پیغمبر ماست، معلم ماست، رهبر ماست، لکن معبود ما نیست که ما او را عبادت بکنیم. عبادت نمیکنیم، مخلوق خداوند است، پس ما او را عبادت نمیکنیم. این حاله اگر یک نفر میگه والا صاحب سمنک نظر بیبی است، نظر کدام بیبی است؟
نام بگیر. اگر بی بی سمیه است، بی بی سمیه سمنک پخته نکرده. یک کس آمد من گفت دیگچه بی بی. من گفتم از کدام بی بی؟ کدام بی بی دیگچه کرده؟ بی بی سمیه شهید شد. بی بی نصیبه از پیغمبر سم دفاع کرد. بی بی فاطمه خو 24 ساعت در حجاب و در تقوا بود. یا کدام وقت یا دیگچه پخته کردن؟ باز عربی چی نیست. همین کلمات عبادت که هست کلش به عربی است نیست. ها؟ آلی دیگچه پی و چه و گاف جی الفاظ دری هست. پس دیگچه بی بی از کجا پیدا شد؟ شوش خوشحال است که والا خانم عبادت میکنه و قرار دایره میزنه، ساتیری میکنه، فیشن میکنه، قرار می به نام نظر بی بی. مرداره همیشه زنا فریب دادن، همیشه در دیگچان بازی دادشان. مرد کس هم میره 3-4 سیر برنج بیار، چیز بیار، شیر بیار. با اون مرد به عقل که از دین بیخبر است مجبور است اینمی زن از بیدینی از او استفاده کنن و به نام دیگچه و به نام نظر بی بی و کشمش نخواد هست نیست. این حال مشکلی است که اون مرد خو بازی داد، لکن یا یک گناه بسیار خطرناک کردن که نظر که عبادت است به نام کی گرفتن؟ سمنک نظر بهار است. یک وقت آفتاب پرستا برای آفتاب نظر می گرفتن. خوبی دقیق باشین. ستاره پرستا برای ستاره نظر می گرفتن. آیا ما فصل ها را عبادت می کنیم برای اون نظر داشته باشیم؟ پس ما به نام بهار و زمستان نداریم. سمنک پخته کنین، ما نمیگیم پخته نکنین. به نام یک غذای وطنی خلاص یک فرهنگ است. چی میکنیم؟ ما سمنک داریم، نه نظر است نه هیچ. دیگه شلام پخ کنم اونجا غارکا مبروی تسبیح دش برآمد. در چیز تسبیح برآمد. اینال نام نظر سرش نمانیم، شوله دل ما شده بخوریم، ایواز یک دیگ دادیگ پخته کنین. میله میکنین بفرمایین هر چی که پخته میکنین. اگر این قسم که ما امروز سمنک در دین داخل کنیم، صاحب دیگچه را در دین داخل کنیم، دیگر روز مثلا یک نفر از پکتیاس میگه ما دندکای هم خود یا دین داخل میکنیم و یک غذا دارم به نام دندکای. دیگر روز صاحب ببینی که یک از دیگه کچری کروت خوش داره، اینه نظر بی بی کچری کروت هم در دین داخل کنیم. دیگر روز مثلا یک زن انگلیسی مسلمان میشه میگه خیلی ما پیتزا هم داخل میکنیم، پیتزا اسلامی. خیلی دیگه وقتی که این شد ما تمام غذا را چی کنیم؟ در دین داخل کنیم. از این خاطر خواهرای عزیز ما نظر به نام مخلوقات نداریم. نظری که در اسلام از چی است؟ اول نظر گرفتن کار منفی است، درست نیست. هیچ وقت نظر نگیرین. هیچ وقت نظر نگیرین. هیچ خوب نیست. اگر نه که نظر گرفتی که خدایا اگر مرا مثلا یک مشکل داری، اگر خدایا مادرم از این مرض صحت یافت، ما ان شاء الله تعالی مثلا 1000 افغانی را برای فقیرا به نام الله جل جلاله خیرات میکنم. پس شما مو 1000 افغانی را میگیرین به یک فقیر میتین، نظرتان به نام کی میگیرین؟ الله جل جلاله. متوجه شدین؟ پس یا یک حیوان که میکشیم، مجرد که یک نفر یک حیوان زیر پای یک مخلوق کشت، اینمی شرک است. احیا متاسفانه در زیر پای عروسا میکشن نمیکشن. احیانا گوسفند در زیر پای آجی میکشن نمیکشن. از آجی اوبال جور کردن، اوبال لات و منات. حتی مشرکین قریش چی کار داشتن؟ ما و شما که مسلمان هستیم این کلمه عشق به خداوند استعمال نکنین. یگانه که میگه ما عاشق خدا هستیم. عشق بسیار کلمه چتل است. هزاران نفر به میگه عشق عاشقی بازی خوردن. از این خاطر این عشق از کجا آمد؟ اصل عشق عاشقی در کجا هست؟ دو بت بودن، دو دانه بت بود. این شما در رحیق مختوم اگه ترجمه سیرت پیغمبر سلام بخوانین میگه که 2 تا بت بود در کتابای سیرت. 2 دانه بت بودن، یکیش اصاف نام داشت مردش و زنش نائله. هر دوی از این مرد و زن سر یکی دیگه عاشق بودن. اصاف الف سین الف ف و نائله نون الف همزه لام اگردک. اصاف و نائله 2 انسان ها بودن، 2 انسان های فاسق و فاجر که یکی سر دیگه عاشق بودن. این 2 تا دیگه جای یافت نکردن، آمدن نزدیک کعبه، نزدیک خانه خدا زنا کردن علیاذ بالله. این 2 تا فاسقا و فاجرا یا که زنا کردن، الله جل جلاله اینا را جزا داد. اونمو جای به جای نظر من روایت که می والله اعلم، یا
همونجا نمیفهم که مردن باز پسان مجسمهش ساختن یا خودشان هم میخواستم سنگ گشتن یا چطورشن، خب من نمیفهم. منتها هم میفهم که در پالوی کعبه دو دانه بت دیگه بود به نام اساف و نائله. این صاحب دو تا عاشق و معشوق هم چی میکردن؟ پرستش میکردن، بت پرستا. مثل کالیگانی که در قبر احمد ظاهر نظر میبرن. احمد ظاهر ما شما میشناسیم که شما خودم میشناسیم، ما میشناسیم. یه وقت ما در پوانتون بودیم که خدای غیبتش نکنه، از او که آدم بدبخت هیچ در منطقه نبود، بی نماز بی دین، بسیار روش‌های چیزی که حالا خداوند اگر میبخشش یا نمیبخشش، خب مرده خدا ببخشش. لکن حال بسیاری کسا تا میرن در قبر احمد ظاهر هم چی میکنن که آدم خوب بود. چند وقت بعد ببین که یک زیارت از پیش جوش برای جوان زیادتر میره. اینه به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اساف نائله، اساف نائله انسان‌های بعضی کسای بیدین میره، بی ایمان میره، بی عقیده میره. اون کسایی که پیش اساف نائله باز میرفتن سجده میکردن در پالوی خانه کعبه، مجسمه‌هایشان بود. اینا در قرآن برای خدا و پیغمبر کلمه محبت استعمال شده. محبت غذای روح است، عشق غذای نفس است. قرآن غذای روح است، موسیقی غذای نفس است. بسیاری کسا غذاها را از پیشش گدوت میشه، گد خورده. متوجه هستین؟ یکی غذای روح است، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. غذای روح چی است؟ ذکر الله هست، قرآن است. یک کسی که فوت میکنه در وادی جان کندن، روحش میره در این وقتی که قرآن عظیم شان برش خوانده میری، آرامش پیدا میکنه، استا روحش میره. اگر خواندن چالان کنی، اگر غذای روح موسیقی است، خلاص یک چند تا موسیقی ببین که قیل قیل در چت میخورن. پس از اینجا هست که بسیاری کسا بین غذای روح و غذای نفس، چون غذای نفس مادی است، روح معنویت است. برای معنویت غذاش باید چی باشه؟ معنوی باشه. غذای روح قرآن است، ذکر و یاد الله است. چرا که روح معنویت است و غذایش باید چی باشه؟ معنوی باشه. اما نفس مادی پرست است، غرایز است. پس باید نفس غذایش چی باشه؟ مادی باشه. پس غذای نفس چی است؟ تنبور است، خواندن است، رقص کردن است، عطر انداختن است. این چیزا. از این خاطر انگلیس ها چون نمیفهمن بیچاره، بین روح و بین نفس فرق کردن نمیتونن، غذای روح و نفس میتن و غذای نفس گدوت شده از پیششان. می خطشان چی شده؟ شیطان می خط از یارو چلیپا کرده، یارو بینشان شرک و کفر، یعنی می قسم گدوت ساخته باشه. پس عشق غذای نفس است، محبت غذای چی است؟ پس ما با الله جل جلاله چی داریم؟ محبت داریم. قل ان کنتم تحبون الله، بگو که شما اگر با الله محبت دارین. اما ما با الله کسایی که میگه ما عشق دارم چطور دارم، چرا این بیچاره همین خطش چی شده؟ گدوت شده از پیشش. خب پس توحید در عبادت چی است که ما و شما کل عبادت های خدا برای کی بکنیم؟ به الله جل جلاله. و شرک در عبادت چی است؟ که ما یک مخلوقی را در عبادت الله جل جلاله شریک بسازیم. هر چی که نامش عبادت است، این فقط به الله بکنیم. نامش که عبادت شد به الله بگو. اما که فرهنگ است و رواج است و فلان است و فلان که عبادت گفته نمیشه، بگو والا این چادره که برای دخترکم گرفتیم، این بیبی نصیبه جان این چادره که برات آوردیم، این بیبی بی سمیه جان این پیرانه که برات آوردیم، این پیران به نام تو سپردیم. پیران عبادت نیست. اما وقتی که میگه این من 2 رکعت نماز میخوانم، پس این 2 رکعت نماز فقط به خاطر کی بکنی؟ الله جل جلاله باید بکنی. واضح شد ان شاء الله؟ بله. کسی که 2 رکعت نماز مثلا میخواه بخوانه، مثلا میگه ثواب میره، نماز برای الله جل جلاله میخوایم بخوانم، ثوابش به پدرم یا به مادرم به بیادرم بخشید. خلاص ثوابش است، عبادت خود ندادی. مشکلی نیست که بگی نیت کردم بخوانم 2 رکعت نماز برای پدرم، نیت کردم بخوانم 2 رکعت نماز به حضرت محمد هستم، نه نیت کردم بخوانم 2 رکعت نماز برای شاهد شمشیره، نیت کردم. اینی غلط است. میگی نیت کردم بخوانم 2 رکعت نماز خاص برای الله جل جلاله، الله اکبر. باز در قلب در نیتی است که الهی امی ثوابش بر من اشتراک و امی ثوابش بر کی بده؟ درست است نه؟ خب این حال ای شد توحید و شرک در عبادت. میم نقطه 4 ما که توحید و شرک در افعال الله جل جلاله. در چی؟ افعال الله جل جلاله. این حال مثلا ما و شما دیروز هم یک کمک دربارش گپ زدیم. مثلا
بعض افعال است که مخصوص الله جل جلاله است. ما نباید این فعل به مخلوق نسبت بدیم. سعی کن افعال است که تعلق میگیره به الله جل جلاله و افعال است که تعلق میگیره به کی؟ به مخلوق. پس ما نباید افعالی که مربوط به الله میشه ایره به کی نسبت بدیم؟ به مخلوق. مثلا کدام افعال به الله جل جلاله تعلق میگیره؟ خلق کردن. الله خالق کل شیء. خلق کننده همه چیز کی هست؟ الله جل جلاله. و الله جل جلاله وقتی که خلق میکنه از هیچ پیدا میکنه، از هیچ، نیازی به چیز ندارن. پس الله جل جلاله مرا کی خلق کرده؟ شما را کی خلق کرده؟ مادر و پدر ما را کی خلق کرده؟ زمین و آسمان را کی خلق کرده؟ ما به می عقیده هست. اما این بوتل کی جور کرده؟ یک مخلوق جور کرده از مواد دیگه گرفته ایره جور کرده. لکن فرق بین جور کردن و خلق کردن مخلوق و بین خلق کردن و جور کردن خالق چی است؟ که الله جل جلاله یک چیز از هیچ پیدا میکنه. پس این زمین، آسمان، آفتاب، ما و شما را الله جل جلاله پیدا میکنه. ولو که اما وقتی که یک انسان بیچاره میخواد که یک میز بسازه مجبور است که چوب پیدا کنه، مجبور است که میخ باشه، بله وسایلش برابر بکنه. تشکر مادر. ایناله مثلا زنده کردن که زنده می سازه و روح در دم یک کس میده. این روح در جسم یک کس دماندن و انسان زنده کردن، این مربوط کی هستن؟ الله جل جلاله است. پس هیچ کس نمیتونه که حتی یک مگس زنده بسازه، حتی پیغمبران. اما آیت شریف در سوره چیز که از کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبده زکریا بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. قال رب اینی، چقدر خوب، قال رب اینی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. شکر حضرت زکریا علیه السلام آمد گفت ربی یا پروردگار من، اینی ما پیغمبر است، وهن العظم منی استخوانایم. عظم در زبان عربی عین زوی میم استخوانه میگه، در طب که میگه عظام، بسیاری وقتا در 15 طب میگن عظام یعنی استخوانها. اینی وهن العظم منی، الهی مرش سفید شدیم، استخوانایم بوسیده شده. واشتعل الرأس شیبی، سرمون باک سفید شده. باز به الله جل جلاله میگه که برای من یک فرزند نصیب کن و الله جل جلاله دعایش قبول میکنه. چرا که این پیغمبر میفهمه که من نمیتونم برای کس بچه بتم یا دختر بتم و خودم ندارم. چرا این قصه را الله جل جلاله در قرآن بر ما شما میکنه؟ چرا حضرت زکریا علیه السلام به الله رجوع میکنه؟ به خاطر از اینکه بر ما شما درس عقیده بده که این قصه را شما میخوانین. تو نکنین که فقط قصه را خواند، ما قصه را خواند چطور است؟ نه، عقیده ما جور میکنم. اون زکریا علیه السلام اولاد نداشت تا پیری. حضرت ابراهیم علیه السلام سپاره آخر سپاره 27 هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین خواندین دیده؟ هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، میگه آیا شما میفهمین قصه های مهمانای ابراهیم علیه السلام؟ مهمان آمدن در خانهشان. هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما، یا داخل شدن در خانه ازی گفتن السلام علیکم، قال سلام قوم منکرون، برشان گفت سلام قوم منکرون، گفت سلام علیکم، مانده نباشین مردمای ناشناخته، شما مهمان ما هستین لکن من شما رو نمیشناسم. دیگه باز میگه فراغ الی اهلی، رفت پیش اهل خود یعنی پیش خانم خود، فامیل خود، دخترای خود، اولاد، رفت پیش از فجاء بعجل سمین، برشان یک دانه گوساله بسیار چاق ذبح کرد، خوب کباب جور کرد، صاحب آورد پیش روی، ملائکه ها ماند، دید که یا قرار نمیخوره. قال الا تاكلون فراغ الى اهلی فجاء بعجل سمین فقربه الیهم، برازیا صاحب غذا را پیش کرد، فقربه الیهم قال الا تاكلون، دید که خدا قرار کلشان میمانا 6 تن، حتما زیاد هم بوده که یک گوساله کلانه برشان کشته دیگه، چند تا ملائکه ها هستن. قال الا تاكلون، چرا نمیخورین؟
فاوجس منهم خیفه. ابراهیم علیه السلام ترسید. عجب میمانایی که اینجا آمدن در این وقت نان، حال برشان رفتم نان آوردم، نانم نمیخورم، گوسالارم زدم، ذبح کردم، اینقدر زحمت کشید تو را. فاوجس منهم خیفه. از اینا قالوا لا تخف. برش گفتن که ای ابراهیم علیه السلام نترس. و بشروه بغلام علیم. برش بشارت دادن که خداوند را یک فرزند میده. و بشروه بغلام علیم. میگه خانم جدان دروازه بود، این دیگه صدای ازی را شنید. کیابرزی میگن که خدا تو را بچه میدن. میگم زنا که یگان گپ چیزا میشنیدن، نه زنا که بسیار پیش سفید باشن، باز سر شما بد نخوره، شما خودتون جوان هستین، دبایتون پیش سفید مستم. ایناله میگه زنا که بسیار سرسفید باشه که دیگه از اولاد از همه چیز مانده باشن، بازی که اگه بچه بزنن و در روی خود میزنن. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. بازمی آیت شریف دیگهش آیت 23. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها. میگه خانمش آمد فسكت وجهها، در خود کتسیلیا زد و قالت گفت عجوز عقیم. شما چی میگین؟ ما پیرهایی هستیم که در جوانی های خود اولاد ناوردیم به دنیا. خانم حضرت ابراهیم علیه السلام زن بود که در جوانی خود صاحب فرزند نشد. او در زبان عربی کسی که طفلش به دنیا نمیاد او را عقیم میگفتن. گفت من یکی خو عقیم بودم در جوانی هم، آل خو عجوز یعنی پیر، آل خو بیخی دیگه پیر شدیم. سکن قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. گفت اینمی قسم پروردگار تو گفته انه هو الحكيم العليم. این حکم الله هست. وقتی که خاص برای یک پیر سال خورده هم فرزند میتونه، پیش حکم الله جل جلاله چیز کرده نمیتونه. سر افعال خداوند متعال جل جلاله سر چی گذاریم؟ سر افعال الله جل جلاله. خیلی قصه را چرا آوردیم در افعال؟ به خاطر از این که پیغمبرها بر کس فرزند داده. پس از این قصه میفهمیم که ابراهیم علیه السلام پیش شده بود و خانمش هم پیش سفید شده بود، صاحب فرزند نشده بود. آره الله جل جلاله برشان اولاد داد، چون الله جل جلاله میتونه که به هر وقت خواسته باشه بر کس فرزند بده و پیغمبر بر خود فرزند داده نمیتونست. اگه ابراهیم علیه السلام میتونست فرزند بده، خب خانم خدا میگفت که خلاص این ما پیغمبر هستم. اینا وقتی که پیغمبر بر کس فرزند داده نمیتونه، آیا برای ما شما مسلمان ها اجازه هست که ما بریم پیش یک مخلوق برش بگیم شاید شمشیر جان بر من یک بچه بدی؟ ها؟ زیادتر کسا رو پرسان میکنی میگه این دلیل نیست که ما میریم مثلا زیارت یا چیزه. ما مثلا شاید شمشیره میریم به نیت یک دعا یک چیز مثلا همین چی فرزند خدا به ما فرزند بزن، ما او را واسطه ساخته میگیم به خاطر که او از ما قدری دارتر است. ما میگم انسان چطور میفهمه که او ری داره پیش خداوند، خدا از او راضی سی از تو. مشکل اساسی که در سابق بود که مردم پیش بت‌ها میرفتن میگفتن ما پیش بت‌ها میریم که این بت‌ها گپ ما را به کی ببرن؟ به الله ببرن. الله جل جلاله در قرآن چی گفت؟ الله الصمد یکی. دیگه گفت اذا سألك عبادی عنی، وقتی که بنده های ما درباره ما پرسان بکنن فانی قریب، من به بنده خود چی هستم؟ خب آیا از خدا که کس دیگه بر ما نزدیکتر است؟ آیا از خداوند که بر ما کس دیگه مهربانتر است؟ پس ما بر کسی میریم که هم بر ما نزدیک است و هم بر ما چی است؟ مهربان. سعی کنین ما و شما ببینین دخترها، امی دخترها برای دخترها از کل انسانها کرده مادرش برش نزدیکتر است نیست؟ است نیست؟ آیا وقتی که پیش مادر خدا کدام مشکل می داشته باشه میره زن همسایه میگه تو بیا پیش مادرم؟ یعنی سعی که معقوله. چرا؟ به خاطر از اینکه دختر میفهمه که
از هر زن همسایه و از هر کس کده، شاید زن همسایه بسیار خوب زن باشه ولی از مادر انسان کده بر انسان نزدیکتر. شاید زن همسایه بی حاجی 33 پاره قرآن شریف حفظ کرده، 24 ساعت از ذکر الله است، بسیار شخص خوب است، لکن مادر از این شاید یگان وقت نمازم نخونه. لکن با وجود از این چون میفهمه عقیده داره که از مادر مکده کسی دیگه بر من مهربان نیست، از این خاطر اگر 10 دفعه هم سرش قار شوه باز میگه مادر جان سیزده. اما اگر مادر اندر باشه سیزده باز میره زن همسایه رو برش میاره. سیزده طفل چقدر با مادر خود عقیده داره. طفل وقتی یک طفله که 2 ساله را مادرش که سیلی میزنه، کسی که مادر هستن شما دیدین مادر طفله خود که سیلی میزنه، این طفل میفهمه که در اینمی خانه از مادرم که هیچ کس مهربانتر نیست، همسایه نیست مهربان، او همسایه مهربان نیست، مولای مسجد مهربان نیست، قاری مهربان نیست. میگه کی مهربان است؟ همین مادرم است. باز که مادر که سیلی زد باز گریان میکنه، میگه پس میاد آغوش مادر. صحیح. باز گریان میکنه، باز میاد چی؟ باز پیش مادر. به خاطر اینکه طفل عقیده قوی داره که از مادرش که هیچ کسی مهربان. پس مادرش 1 سیلی، 2 سیلی، 3 سیلی، 4 سیلی، در سیلی پنجم پس طفل خود آغوش خود میگیره و سرش ماچ میکنه. انسان مسلمان یک دفعه برش مشکل پیدا میشه، امتحان میشه، 2 دفعه امتحان میشه، 3 دفعه امتحان میشه، 4 دفعه امتحان میشه. اگر در هر 4 5 امتحان خود به بارگاه الهی رجوع کرد، یا الله از تو که بر من هیچ کس مهربان نیست، به هیچ کسی دیگه نمیرم، هیچ کس بر من سیست خوب آدم است، ما در خوبی یا آدمای چک نداریم، لکن از الله که بر من مهربان نیست. پس ما میریم 1 دفعه 2 دفعه 3 دفعه، بالاخره الله جل جلاله یک قطره از بحر مهربانی خدا که بر انسان داد، تمام مشکلات انسان چی میشه؟ مرفوع میشه. بین ما عقیده طفل که در مقابل مادر داره، اما تو یک عقیده در مقابل پروردگار خود پیدا بکنی. اگر اما تو یک عقیده داشتی خواهر گلم، هیچ وقت به بارگاه هیچ کسی نمیریم. بی عایشه رضی الله تعالی عنها سرش تهمت کردن. وقتی که سرش تهمت کردن، حتی پیغمبر خدا ایر برد خانه پدرش گذاشت. از پیغمبر که کس مهربان است، گذاشتش در خانه. بی عایشه میفهمید که یگانه کسی که نجات مرا میده و طرفدارم است چون من پاک هستم الله جل جلاله. کلگی شک میکردن، ریب میکردن، پیغمبر که از این مشوره میکرد، که از اون مشوره میکرد، لکن بی عایشه میگفت که یا رب یا الله به هیچ کس به غیر از تو رجوع نمیکنم. بالاخره 10 آیت قرآن در بارش نازل شد. پیغمبر آمد گفت بی عایشه خوشخبری باشه، بشارت، الله ترا پاکیت ثابت کرد. گفت من شکر به پروردگارم میکنم. ما شما باید از اونو بیا عقیده خود بگیریم، نه که بیایم از عقیده خود ما بگیم والا صاحب ما ترسمش چطور است، ما فلسفه میگیم. در عقیده اسلامی فلسفه نیست، درس است. شما باید در مکتب بی عایشه باشید، در مکتب بی خدیجه باشید. برای من خودم به این عقیده هستم که اگر محبت تمام پیغمبران، اولیاء الله، دوستای خدا، دشمنای خدا، محبت کلش در یک پلی ترازو باشه و یک قطره از مهربانی الله جل جلاله در یک پلی ترازوی دیگه باشه، مهربانی کی بلند میشه و گرنگ میشه؟ از الله. پس چرا ما چرا نمیم که الهی یک قطره از بحر مهربانیت بالای ما هم بریزه؟ وقتی که اینه مهربانی رو داشتیم، باز ما شما هیچ وقت نیازمند به رفتن به بارگاه هیچ کس نیست. میگیم خدای پیغمبر هم ببخش، خدای اولیاء الله را هم ببخش، دوستای خدا را همشان ببخش. الهی من از رحمت تو یک قطره از رحمان الرحیم بودنت، یک قطره از بحر مهربانیت بالای ما هم جدا. اینمی است که خداوند متعال جل جلاله میچکنه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ما همیشه درس توحید میخوانیم و درس یکتاپرستی میخوانیم و میخوایم که مطابق قرآن و سنت عمل بکنیم. الهی
قطرات از بحر مهربانی تا بالای ما هم بریزان. این خواهرای ما را و تمام برادرای ما را و هر کسی که مشکل داره، پروردگارا مشکل همه ما را خودت مشکل گشا هستی. خدایا تو حاجت روا و مشکل گشا هستی، هیچ کس دیگه مشکل گشا و حاجت روای ما نیست. الهی تو مشکلات ما را رفع بکنی و حاجت های ما را تو روا بکنی و قلب ما را، در قلب ما نور ایمان تا داخل بکو که بغیر از محبت تو و ایمان تو به هیچ کس دیگه رجوع نکنیم. و وقتی که جان کندن ما می، در لحظه جان کندن در زبان ما کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الحمدلله والشكر لله الحمدلله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله صلي وسلم الله على المعلم الله صلي وسلم الله على المعلم الله أحمد محمد ياسين خير البرية أحمد محمد ياسين خير البرية الحمد لله الحمد لله والشكر لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي